خبری صحیح گپ زنیم. اینجا جای عقل نیست. عقل در کار شرع نوبیناست، عاقلی کاری بو علی سیناست. خبری صادق، خبری پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حضرت قصه کرد که از بالای پل صراط وقتی که انسان‌ها میگذرن، اما باریکیش و تیزیش و تاریکیش، ظلمت قیامت که میگن، اما بالای پل صراط هم همون خیلی ظلمانی هست. وقتی از بالاش میگذرن هستن آدمایی که مثل برقی جهنم میگذرن در یک طرفت العین، نمیام اجازه دادن. این هم مثل پیغمبرها هستن. شخصایی که پل صراط همین مثل که در اسبی با پا سوار قمچین میکنی میگذری که همون خیلی باش هست میگذرن. هستن کسایی که در یکون خرکی لنگیده میده میروند. هستن آدمایی که پای پیاده میروند، مقصد سرعت قطعی میروند و برای که حرکتت از حسابی دیدن و ندیدنت با بستگی داره. ظلمت پیش پوتا نمیبینی. انا خدای تعالی بنده ها را بعضیش همین خیلی نور دادگی که رنگ پروژکتور واری شاید که چند صد متر روشن کردن در رفته که میبینی. بعضیش هست رنگ همین فناریک واری و بعضیش رنگ همین فناریک های کتایسکی ملک میکنه. حتی میگه هست مؤمنه که به حد مقصد کارای خیرش کمه، گناهش بسیاره که همون نوری روشنی در همین سرانگشتی پوشای همین تا یک قدم میزنه بو میبره، وقتی خاموشی قرار میکنه با همین مقصد که همین گریان شید با همین یک قدمه که دیگه میزنه. کی میدونه خدا خودش دونایی که در چقدر مدت او پل صراط میگذره. بعد در این مدت آتش به نهایت بلنده، به حد بلنده که پهلوهای بعضی ها را حتی میگن میسوزونه، روغناشو میچکد، داد فیقانشو میبروید. او مومنان مثال اینا پیغمبر و اولیاء الله به حد نور شو تیزه که آتش هم میگه خیره میکنه. حتی میگه جهنم پیش پروردگار ناله میکنه که خدایا این نوری بعضی بنده ها برای شالم پس کرده است. انا تو ای بالای پل صراط نگذری، مقصد که جنت در نمیابی. انا این پل صراط کسی که گذشت اون طرف، بعد او میگه با یک پولچک میده که جای مناقشه، جای رزباری بنده ها. همون کسایی که امکان یافتن گذشتن همونجا رزچاتاشون حل میکنن. کسی را دشنام حقارت کرده، غیبتش کرده، تهمتش کرده، بزیش کرده، همونجا میقپد. خدایا مسئله را حل کن. کسی را لط کوب کرده، حقش خورده، همه رزچات میشوند. آن بعد همونجا که رزچات شید، بعد این قنطره میگن ایشا کپرکچه، با ایبوله او میگذاری جنت میدوی. همون رزچات چه خیلی میکنند؟ رزچات در اونجا فقط به عمل. این مثال یک کسی غیبت کرده یا اون میگه که این آدم را غیبت کرد، ای ثوابش میگی بتیم در جنت مکانت موافق ثوابات های جنت 100 درجه دوره یخیل نیست. جای دوره که مثلا پیغمبر خدا گفت این للجنت 100 درجه، جنت 100 درجه دوره، مابین کل درجتین که مابین السماء و الارض، فاصله بین هر دو طبقه جنت مثل فاصله بین زمین تا آسمان است. خدا خودش دانه که چند که باشه. او هم دیگر فرق میکنن. جایی هست که هر روز از صحبت پیامبر صلی الله علیه و سلم استفاده میکنی، راحت میکنی. جایی هست که ممکن ده یک ماه یک بار حضرت ببینی، جایی هست که ممکن ده یک سال یک بار ببینیش. یعنی هم دیگر فرق میکنن. مکانای داره که شاید خدای تعالی هر روز از جمالش با نصیبت بگردونه. بهترین نعمت جنت دیدار الله است. از این لذت‌تر شیرین‌تر نعمتی را تصور کرده نمی‌شود. امام مسلم روایت میکنه از صهیب رومی، میگه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که اذا دخل اهل الجنه الجنه یقول الله تبارک و تعالی تريدون شیئا ازیدکم. وقتی که میگه اهل جنت داخل جنت میروند، اما قنطره گذاشتن، الله ذوالجلال و الاکرام میگه سوالشو میکرده است که میخواهی با یگان چیز دیگر تونم بتون. هم میگن که علم تبیز وجوهنا، علم تدخلنا الجنه و تنجینا من النار. پروردگارا مگر رو سفید ما نکردی، از آتش جهنم خلاص ما نکردی؟ اوخی در جنت که پرستوید نمیکردیم که این قدر نعمت میشید است
مگر خدا نصیب روزیمون نگردوندی. نعمت‌هایی که نه چشم دید است، نه گوش شنید است، نه حتی در فانتزیای کسی گذشتگی همه را دادی. این زیادتر چی میشود؟ حضرت صلی الله علیه و سلم گفت که فیکشف الحجاب، همین وقت حجاب از پیش چشمش دور میشود، جمال خدا را میبینن. اگه به چون و چگونه ما نمیدونیم چه خیلی میبینن، اما این خبری پیامبر صادق است. وقتی میگه حجاب کشف میشود الله هم میبینن. فما اعطوا شیئا احب الیهم من النظر الی ربهم عز وجل. هیچ نعمت لذیذتر، شیرینتر، گواراتر از نظر کردن در جمال پروردگار نیست. انا درجه‌ای هست مثل فردوس که شاید هر روز جمال خدا را ببینن، هست درجه‌ایش که شاید در یک ماه یک بار ببینن. برای همین اهل جنت هم برامو ساعتایی که در دنیا گذروندن یاد خدا و ذکر خدا نکردن ندامت میخورن، پشیمانی میخورن. ای کاش که همون وقت بهوده نمیگذرونده. انا برای همین وقتی که هم رزبار میشوه کو گفتی کو از عملهای نیکت میگیرن، عملی نیکت. یعنی مثلا ای طاعت عبادات چند که عملت بهتر و خوبتر شد درجات بلندتر میشود در جنت. با اگر خدای نکرده عملی نیکت کافی نشید و میگه ای گناههای ما یک میدور شبگی در بلاش بار کن. اونجا جای خلاصی نیست، اونجا درهم و دینار نیست. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت من کانت عنده مظلمه لاخیه فلیتحلله منها. هر کسی در ذمه‌اش حقی از حقهای برادرش هست در همین دنیا حلالش کنه، در همین جا بحیریش طلب کنه. فانه لیس ثم دینار ولا درهم، زیرا که در اونجا دیگه درهم و دینار نیست که راست شد کنی. من غیر ان یؤخذ لاخیه من حسناته، اونجا هم ای حسناتت میگیرن در برادرت میتن. فان لم یبق من حسناته شیء، اگر به شرطی که حسنات خلاص شید، دور شید، کافی نشید، ای گناههای او میگیرن در بلاد بار میکنن. برای این مسئله جدی هست. اما این چیزا همش آمدنی هست، چگونگیش هم نمیدونیم. یکی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم این میره ما را خبر کرده است باید همین خیلی بشود. لبه چند هم در بیش مرگ است، چند سال زندگی میکنیم. ماشاءالله. جنت مرگ نداره، دوزخ هم مرگ نداره. میگه وقتی جنتی ها جنت میدروین، دوزخی ها دوزخ میدروین. انا اگه این تمثیل ایده به شکل مثل میگه مرگ هم یارم به صورت یک گوسفند، یک قشقور ذبحش میکنن و ندا میشه یا اهل الجنتی خلد لا موت. ای اهل جنت دیگه من بعد حیات جاودانی مرگ نیست. یا اهل النار، ای اهل دوزخ دیگه حیات جاودانی مرگ نیست. اما عذاب دیگه تموم نمیشه. واقعی انا مشکل در میایده. مثلا مرگ باشه میگه من برم جونم خلاص میشه، ایتا دیگه جای خلاصی ندارن. جنت دیگه حیاتش جاودانی دیگه مرگ نداره، پیری نداره. الله آخی او عجیب یا زندگی بدسته. بعد مقصد چه цел به آخر تو میلیارد سال زندگی کردن. مقصد هر یک چی مقصد هست. انا همین در همین دنیا با چی مقصد زندگی میکنی؟ این دنیا در با چی مقصد زندگی میکنی؟ حوزی و عوض ما شد زندگی بچه ها کردن این هم یک ده همین هم فهمیشش موافقی مفکوره انسان های، موافقی جهانبینی انسان های. برای چی قدر در برای خوردن و آشامیدن همه چیز رو گم میزنن؟ برای که اکثر مردم همین دنیا هم قصد نیت اساسی شو همین خوردن و آشامیدن همین یخی کارکنی هم مهنت کردی و حتی این همین رزبار و ریسک و همه همین را برای میکنن که زندگی مو خوب و خوش شود. انا با زندگی که پر خوش رو شید بعد شهرت طلبی بسر میشود. چون بنادر گشت مستغنی زینان، عاشق مدح هست نام شاعران. عاشق نام است مدح شاعران. تا که اصل فصل او را بردهند، در بیان فضل او منبر نهند. اما در جنت اولش که او حیاتی که تصور کنه که مرگ نداشته باشه، سلامتی که بیماری نداشته باشه، غنایی که فقر نداشته باشه، وقتی پرابلم نیست اولش که زندگی بسیار شیرین خوش میگذره. مردم حوزی ای مردم دوره سویتی در بویترن،
نه که باور کنه او خیلی که اون مردم زندگی خش داشتن حوزی نیست برای که همه در میهن اما در جنت اولش که او حیاتی که تصور کنه که مرگ نداشته باشه سلامتی که بیماری نداشته باشه غنایی که فقر نداشته باشه وقتی پرابلم نیست اولش که زندگی بسیار شیرین خوش میگذره مردم حوزی ای مردم دوره سویتی دا بویترن نه که باور کنه او خیلی که اون مردم زندگی خش داشتن حوزی نیست برای که همه در غم ای در فکر ای دوی چی میشه با اگر چی میشه باشه او وقت دیگه فکر رو نبود پنسم هم میگیرم میرسم تا ماهی دیگر به حضور میرسم برای همین خیال میکنم که زندگیشو خوشتر بود مردم لاوبالتر بدن یک جویا مهمون میشید همه حق همسایه لغت میکردن میرفتن یک جویا میشیشتن محبت مردم به همدیگر بسیارتر بود اعتمادشو زیادتر بود این بسیار اهمیت دارد اگه تصور کنید که یک حیات کمتری پرابلم نداره معیشت شرایط امکانات فراهم اصلا وقتی که انسان نفس داره که این نفس سری نداره آخی بگو این نمیوزی اب خود میخورم دیگه اب خود نمیفوره میگه بیهوده های با چند ساعت پس عید از یوترک میفورد بخوری فقط فرق جنت ای دنیا همیه که در این دنیا خوردی باید که خارجش کنی در جنت تری گم نیست توالت نیست آخی اونجا همه بدنت عرق میکنه عرق قطی میبره که چیونگی اونم میگم که ما نمیدونیم ما هر خبری که برای ما رسیده است عرق بوی مشک میکنه این همی خیلی مقصد استخراج شوی هم همیه بعد نفسش عبادت هایی تصور کنید همه حیاتی که نفسش عبادت هایی جمال پروردگار را ببینی و هر وقتی همه جمال خدا را ببینن که به حد مس میشون که تا چند مدتی را همون نوش نعمت جنت یا در چشم هیچی نمیتوه تو همین درجه را شیرینه اگر غرض از همه آفریده شدن انسان امتحان انسان این همه امتحانایی را که سپری میکنه در همین دنیا آنمو نتیجه نهایی یوخی رسیدن به جنت در جنت که رسیدن دیگه حیات چو جاویدانی دیگه پرابلم نیست دیگه تمام امکانات چو فراهم مقصد که همین نقشه و پلن را که